این نلقه اوقنده برای منش چای خوردن من نمازم بخونم تو چای تو بخون یعنی چند سال من 85 سال من شب که مخابه میگم بلند نمیشه اشد میگم صلوات میگم کارا میگم اینقدر آدم صبح که بلند میشه میگم خدا شکر یه دوری تصویر شکر میکنم کلا حسن زده و اولا که میمد اول من بپرسه جو زن که همه هم قدامان مردن گفتیم یه دفعه گنه خب منم اینه مردن هر وقت خدا بخواه بکشن میکشن همین خیلی آرزو داره نمیدونم به مشالله خیلی ای بچه دار باشه ای زن بره ای شوهر کنه ای بعضش خوب باشه ای بابا دیشالا مهر با عزت کنه ایشالا خوشی کن از زنشون خودشون بکنن احمد بده کارش بده ایشالا جلو بفته هر چی که خدا مخوابشون بده همش دعا میکنم خدا دست برنم بره خاکی سر باشه جوان من از کریم خان زنده خودم هم زندیم نسلمون کریم خان زنده که کشتنش خدا رحمتش کنه شیراز اومدن که ببرنمون شیراز هم حقوق بمون بدن هم زمین هیچ که قبول نکرد خلاصه دیگه موندیم دادنم شوهر برداشتن بردنمون رفتن آبادان اومدیم خرمشهر دیگه موندگار خرمشهر شدیم از برادر دور از مادر دور پدرم که نداشتم از بچه پدرم مرده خلاصه دیگه زندگی کردیم اما خود زندگیمون هم تلخ بید هم شیرین هم خوبید هم بد فقط به عشق بچه‌ام زندگی میکردم و به عشق نوام الانم عشقمو روحمو ایمان بچه‌مو نوامه